شهنشاه سرور و سرکار ما خوش آمدی. سلام پیشوا و پیشبر گلکار ما خوش آمدی. صلح پرور وحدت پرور یار ما خوش آمدی. کیقوباد کیخسروی با آر ما خوش آمدی. سوی درواز سایه کردگار ما خوش آمدی. سلامت باش. حسن آفرین. یک جان تشکر مادر عزیز. یک جان تشکر. السلام علیکم جناب عالی. سلام علیکم. پرزیدنت محترم امام رحمان، شما را من نومی همه یمی چی شما را خیلی مقدم به همی دروازی خشباد هوا را خوش اومده. من همیشه و خرسانی ما خوام نبید است که شما را پیش ببینم. سال آرزو داشتم که شما را پیش ببینم ندیمت. او سالی دعوت نومم دان من اموش خواهم امو قشلاق با ماشین نیافتم بیام ببینم. نصیب همین روز بوده است. انا نصیب من روز بی که در همی زنگ بیم بیومم با پیشتم همون بلنده نه سازه خوب است. جناب عالی این مهنتاش مردم عکا سر کنم. این در همین مدتی 30 سال کم این ریا را بگیم این بابادی ها را بگیم در باز ناشناختنی سیاز گفتی خودت وعدت جناب عالی وعدت دادی که دروازه تیلای بدخشان کنم. حقیقتا دروازه تیلای بدخشان بشکرم. سلامت باشه. حسن جناب عالی حاضر کدوم ایامی تاجیکستان همه دوستت میدارن. در همینه همون پریزنت ها میبینیم فخر میکنیم میگن بینشه ای همه خشرویتا ای همه وزیتا ای همه قد بلندتا ای همه گردوتا خشروی نغز فخر میکنیم که انا خیلی سروری خشرو داریم و نومی خودت موافقی. امام علی رحمان نومت موافقی خودت ورتی است. کدوم یک خدمت ها طرف بگیم 7 شب 7 روز بگیم یک سخنی من کمه قلم عاجزی میکنه برم کارای شما. این کارای شما در این 30 سال کرده یگان کس نکرده است. همه صلح وحدت دوستی. پاریم در شنوی رفتم دیمش گفتم که آه اینجا سختی پریزی های بعد یک ایتالی ما یک ژورنالیست میپرسه که ای خاله کای میگم ای دراز میگه که در شنوی را خیلی بیمی میگم در شنوی میگه در پریز هم زخشیره چی است. این هزار رحمت ما دروازی ها امی خدمتات فقط امی را تگردونده نتونیم. حالا چات کنیم تار استاد میگیم کریم کرده سلامت باشه. حسن قهرمان باشید. همه یمینا خدمت ها خطن اشتریه ای رئیس کوچک یاشک شهر دشنوه امام علی رستم امام علی. انا من راستش بگم ایم وقتش کتاب میخوندم دونا بیما دگونی کن باد فاطمه زورا هر مدونانه که دوره بیزبی را نه مکتب روی تونستم نه چی مهنتامو برگرد دا 5 خونده میچی نه این حالت هست خطبیه پیشوار میداد کوات آل میبین میکنم دگون کار کوات ابتم برام خونم درست اما مطلع که گهواره تاگر دانش بجای من نمیشیم. انا در همیش از 5 سالگیم حواسم کرد چیا خطبیم الهام اومد در فروغ سوب دانایش چیا کرستم. آسان آفرین. انا لاحیوی شب گذشتم او ولایتی و اوش خدا یک یاردم کنم برای پیرسی هم ایزا میخونم و ایزا فراموش که یاد کرد آمد 100 کتاب خوندم در یاشی من در کتاب خوندم دائم کتاب میخوندم باره کتاب خونید یه بر همه را خود تأثیر کردی همه کارا را چی تبگیم آخی گفته گفت سخن ندارم قلم عاجزی کنم و همین کارای شما سلامت باشه.
سلامت باشید سلامت میگم قدی ثروت الهی خم نگردد دلی شادت به دوری غم نگردد الهی باشی و 100 ساله باشی که سایت ای سری ما کم نگردد. احسن ولی نام خودت فاطمه یا که یا زهرا؟ من کلونیم گیا فاطمه من. ولی ولایتی ده اشتراک کردی؟ نه ولی به اکتبر ریمه. اکتبر. حتما به جمهوری را برید. بریم سقه شرمندم نکنی بریم در همین پیریان خستم. نه چه شد؟ خیلی دلم پره که بدون باره خیلی سوال یک که باز کمپیر یک فراموش نکنه. نه برعکس برای جوانا این چی عبرت میشود جوانا عبرت میشود میگن گل با پیران خشه جوانا خود چو گلن سلامت باشید امی کردکی امی کردکانو امی مادر خود چو تولش اینگه پیاد گفتن نو میخته در زبان شو گیجمه بابی امام علیم یک نواسه 2.5 ساله دارم میگه ای به شعر بخونم میگم بخو امام علی رحمان سروری تاجیکستان 100 سال زنده باشی به بخت ما بچگان نمو کردکی 2.5 ساله رحمت انا منی در اخیر یک و 4 میسته خشومه 100 بار خشومه به همی دروازی خشباد هوا را میگم تیلاه دولتت پاینده و پاینده تر باشد گلی باقی امید در شکفتن هر سحر باشد اگر از دولت کنی به هر جای روی دشمنان در زیر پا باشد رحمت خشومه میوه مای پیش ببینید من کی نست کرامی میام سلام کنم خطی اکی سال من استم خطای پیش ببینم مالک بیا غیر خالمون جنباز کرد دیگر یکون کسی دیگر یکون چه گفتنی داره از نام همه مردمی درواز و بدخشان سخن کرد دیگه این در سخنهای من نمیشد بخدا این 1.5 ساعت برآمد کردگی من 5 دقیقه برآمد کردگی خاله فاطمه برابر شد زیادتر شما ولی من میدانم که بعضا بچه ها از دوشنبه اومدگی اینجا نفهمیدین نه بعضا به نهایت زبان شیوای شیرین تاجیکی خود سخن کردن با دقت گوش کرده باشید چقدر است به نهایت چقدر دوست نمیداره این خیلی مردم ها این خیلی ملت چگونه دوست نمیداره بله من اینمی حاضر من تمامی وزمینی های دنیا از سرم دور شد با شنیدن من هم خیلی زبان سخنهای شیرین شد یک جان تشکر میگم سفر آخرانم در شهر خارق بود بعد یک کارخانه میکشودیم نگاه کردم دیوال قرتی یک 15-20 نفر عورتا دایره زده ایستادن بعد نگاه کردم بعد شده یک مادر تاجیکی سال خورده خیلی در نظرم کلانسال تافت رحمم اومد بعد نزدش رفتم و گوشش را گفتم که دایره زده ایستاده است مرم نگاه نمیکند بعد گفتم آچه جان شما خدمتاتون را کردین زحمتاتون را کشتگی هستین شما ما را گناهکار نکنید شما بیاین این سایه را اینجا بشینید اما خیلی گشت نگاه کرد گفت که من برای پیشوازگیری شما اومدم من برای شما
خرسندی کرده ایستادم. چی بگم دیگر؟ رفتم کارخانه را کشادم برآمدم، حاضرم، راست است، حاضرم دایره زده ایستاده است. من این مهر و محبت صمیمیتی در سیمای یک مادر تاجیک نسبت به کلی ملت و خلق دولت تاجیکستان میدانم. کوشش میکنم بیشتر در نزد مردم باشم و از طرف اجرایش سپارش‌های داده شده نظارت کنم که هیچی هم نباشد، یک مشکلی مردم سبکتر شود، یک پرابلم یا یک مشکل‌های اجتماعی مردم سبکتر گردد. وظیفه رهبر همین است. خلق است رهبر دولت را انتخاب میکند. اگر مردم نباشد خلق، این دولت است. اگر شما نباشید دولت کجا میشه؟ سلامت باشید، خوشبخت باشید.